سلام میگویم تماشابینان عزیز. سلام به مشتریان بیشمار صحیفه زن و مرد. سلام به دوستداران برنامه مهمان استاره ها. بعد خاموشی های زیاد دوباره روی نوار آمد برنامه مهمان استاره ها و عین حال من در ناحیه رودکی قرار دارم، در خانه یک نفر هنرمند جوان، هنرمندی که واقعا صدای شیرین و فارم و دلانگیز و دلاشوب دارد، امید جان برهان. امید جان سلام علیکم. و علیکم سلام. چی حال دارید؟ اول سلام خود را با تمام تماشابینان سمونه زن و مرد میرسونم. سرود سرنوشتی کی را قصه میکند؟ راستی یگان سرودی ما برای یگان کس نیست مقصد. ما سرودم بسیارش یک سرود ما راستی گپ ساعتی 3 شب خواب بودم. دم یک چیز در سرم خواب کنی نمیمونه، خواب خستم اومدم سر اسباب یک سرود رو هم زمزمه کردم. کلیپش هم هست، سرودی انگوری سیاه شاخه چون گوشواره. یعنی که امید جان برهان در برابر سرودن باز آهنگ نیز ایجاد میکند؟ تقریبا همه سرودها آهنگای خودم است، آرنجیروفکای خودم است، همش قریب از خودم است. چه بگویم که بدانی عاشقم، عاشق ترینم، ببین پشت دری تو خاک زمینم. چه بخوانم که بفهمی اولین و آخرینی، مرا در لحظه ای غم نوش آفرینی. آرزوی من همین است هیچ گاه غم نبینی، از برای من به دنیا اولین و آخرینی. آرزوی من همین است در سکوتی غم نشینی، ای بروی دفتری دیر مصرعی والاترینی بهترینی. این ترانه رو برای یگان عزیزی دلتان؟ نه خیلی که در اول گفتم ترانه های من راستی همش وقتی الهامی کار می آید. من در زندگی هست نفری که در قلب امید جان جا داشته باشد؟ سوال مشکل هست. یک نفر خب میشه در این بوره گپ نزنیم؟ نمیشه. از روی شنیدم کدام یک دختری یک عائله بسیار با ابرو، عائله ثروتمند امید جان را دوست می‌دارد و در راه صنعت او را حتی سرپرستی میکند. نه این گفته های یگان تاش اساس ندارن. سرپرست یگانه من وقتی اول که در توی معرکانه بودم پدرم برای سرپرستی میکرد، چون حاضر توی معرکه بسیار هستن شکر. چه گویم 50% از مبلغ پدرم، 50% از مبلغ خودم. خیلی اگر روی راست گویم سرپرستی من تنها پدرم است، اون کسی دیگر نیست. بله. خب از سن چند سالگی همین صنعت، مهر صنعت در دل شما جای شد و اولین ترانه‌ای که زمزمه کرده بودید کدام ترانه بود؟ کدام سال بود؟ یک کار شدگی بررسی گویم یک استوری هم خیلی گذشتگی مادرم با من نقل میکند. وقتی که من 2 ساله بودم یا اینکه 1 ساله بودم راستی در یادم نیست، اون وقتا گروه فرزین بسیار مشهور بود. از سرودی چی داشت؟ بارونک میبارد امشب دلکم میداند. مادرم نقل میکرد میگوید که تو در گوهر خواب بودی، من با بزرگچه رفتم خرید کردم برگشتم اومدم که در همون گوهر چی خیلی است، یک چی است تو تک میگن چی میگوین، همون میگه همون رو گرفتگی در دستن بارونک میبارد امشب خونه. ما همونجا میگه گفتیم که این بچه تاش نافیز میشه. باز یک حادثه دیگر در تلویزیون، در نمیدونم از شبکه اول بود از کی بود، این سال 2006-2007 بود. در تلویزیون در یک شبکه راستی یادم نیست
یک پسر بچه سرود خونده ایستاده بود، نمیدونم چی سرود بود، نقل میکنم من در یادم نیست. میگه همون سرود را گوش کردی و با بازیکنی دستورالشویی در اومدی، چون که با مکتب میرفتم. سال 2006 من با صنف یکم رفتم. سال 2006 بود. بله میگه یکی آدم اینجا صدات اومده ایسته بود که همون سرود بمونند یا همون کرده خونده ایسته بودی. من گفتم که تمام دیگه یکم سوال نیست، بچه تاچ نافیز میشه. اولین شنونده ترانه‌های من مادرم است. میدراید میگه کو آهنگم زمزمه که وقتی میخونم میگه انا میگه علیش که کمپوزیتوری من مادرم است. میگه انا میگه کمتر علیش که همینجاش کمتر بزی با ما میگیرم همینجاش علیش میکنیم میگونم. ایا مادر تو شمی خاندانی، تو آغازی زمین و این زمانی، با قرآن سوره نامی تو دیدم، خداوند هرچی گفت مادرمانی. ای مادری جان، ای مادری جان، کنم شکرت کنم شکری خدا جان. ای مادری جان، ای مادری جان، کنم شکرت کنم شکری خدا جان. تولید همین ترانه چگونه شد؟ میتوانید اطرافی ایجادی همین ترانه کمی قصه کنید؟ راستی این ترانه در خود همین خانه نشسته بودیم با همراهی استاد فیض علی معرف. در همین خانه نشسته بودیم، ما تکلیف کرده بودیم اومده بودن. بعد من یک دو سرود زنده هم خیلی سرودم که فیض علی معرف با من گفت که ما تا گفت یک سرودی مادر پدر که میکنم. من گفتم مایلش. بعدا اسباب ما گرفت برد، گفت که من باید میکنم میارم. بعد سرود آوردن تیار. من همگی 2 روز مشق کردم همین سرودا. 2 روز مشق کردم. 2 روز پس در استودیوی کامران ثبت کردیم. تا حاضر هم باشد در یگان کنسرت ها، در یگان توی ها، در یگان محفل های هم خیلی جشن و مراسم ها بعضا همین سرود هم میخونم. هرچند سرود که 5 سال پیش ثبت هم کرده باشیم تا حاضر هم میخونم. و میدونم که مادر هرگاهی که فرزندش رو میبیند روی صحنه یا زمزمه فرزند رو میبیند از احساسات زیاد اشک میریزد و امروز نیز همین گونه است؟ نه راستی چی گویم آموخته شدن. هر روز از شبکه‌های تلویزیونی میرود، از در نقطه‌های فیته فروشی میبینن، در یوتیوب میبینن، در دیگر سایت ها میبینن. دیگر راستی چی گویم عادت کردن. باوری داشتید که همین ترانه عزیز قلب ها میگردد، دایره تماشابین شما رو، دایره خوب مخلصان شما رو پیدا میسازد؟ وقتی که من این سرود را خوندم یک چند مشکلی پیش اومد. من مدتی 4 سال نتوانستم فعالیت کردن، نتوانستم کاری خود را پیش برده. این آخرین سرود بود. یک خیلی سراینده ها مقصد خرسند میشن وقتی سرودشون چی میگوین مشهور میشود. اما وقتی که هم مشکلی ها پیش اومد، وقتی که در همین خیلی مردی و نامردی من دیدم، راستی من دیگه برای همین که سرود مشهور شدگی و بشه خرسندم نمیشیدم، در دلم جا نداشت. همین صنعت در دلم بیرون شده بود. خب اطراف مردی و نامردی اینجا سخن رفت، چی مردی چی نامردی؟ اگه من همش نام به نام نمیگیرم، مقصد بدن آدمایی که تا حاضر در بر من، مقصد همین وقتی مشکلی در که ما دوچار اومدیم همون وقت هم در بر ما بدن، ما را دستگیری کردن. آدم ها میدونن چون کیان، من نام به نام نمیگیرم شون. این با میخوام که با طرق این برنامه هر یک و یک شما سپاسگزار شم. اوایش هم که نامرده کردن هوشون هم خچون هم میدونن چی میگن، قفای یک آدمی قفای آدمی چی میگن حوالشون با خدا
یعنی در روزهای دشوار، در روزهای پستی، در روزهای سختی شما درک کردید که کی مرد است، کی نامرد است، کی دوست است و کی دوست نیست. واقعا من چندین سال پیش خانه شما رفت آمد داشتم، انقدر اطرافی شما در گرد شما دوستان و عزیزان و رفیقان زیاد بودن که شمارهشان گم. خب امروز هم همین گونه است؟ شکر خدا از پیشتر خوبتر است برایم که حاضر نه اونقدر خیلی که وقت آدم بسیار بود، نه اونقدر زیاد است، شمارهشان کم است، نه که من با باوری کامل گفتم میتوانم که این آدمان حقیقی هستند. بله بله. آرزو میکنم که همیشه پهلوی ما و شما و همه انسان ها دوستانی جانی باشند، دوستانی باشند که در همه حالت در پهلوی ما باشند، در روزهای دشوار ما رو ترک نکنند و در روزهای خوشی و خرسندی پهلویمان پروانه باشند. امروز بند چی کارها هستید؟ با اکای شرف شکری در همکاری هستیم. یک دو سرودهای نو در نقشه است، باید همین سرودها رو روی ثبت بیاریم. از پسی این کلیپ، این سرودی که موندم حاضر گوش کردید، از پسی ثبت کلیپی نقشه ها همیشه اطراف ایجاد کلیپ، سرود، آواز همین گونه. بله. زندگی شخصیتون چگونه جریان دارد؟ ختم مکتب میانه کردید؟ بله ختم مکتب میانه کردم. حاضر باشد در کورس چهارم دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان در فاکولته حقوق شناس تحصیل میکنم. یوریسپرودنسیا در فاکولته یوریستی تحصیل میکنم. این سال آخرین سال است. خدا راضی باشد این سال تمام میکنم. خب کارهای ایجادی به تحصیل خلل نمیرسانند؟ راستی بعضا حالت‌های میشود که مقصد و این وقت امکانیت نمیدهد. بله، از سببی که در همین اسلاویانسکی درس‌های ما هم با زبان روسی قریب از ساعت 11 ابد تا 6 بگاه فقط با زبان روسی که حرف میزنیم که کم کم زبان تاجیکی دشوار شده ایستاده است. خیلی کوشش کرده ایستادیم که نه زبان مادری را گم کنیم، نه از دیگر زبان ها هم نیست، از دیگر زبان ها را هم بیاموزیم. خب چند زبان میدونید؟ زبانی که هم میدونم هم سخن رانده میتونم به طور آزاد زبان تاجیکی روسی است. از زبان هایی که میفهمم ولی پورا آزاد گپ زدن نمیتونم، اما گپ زدن میتونم، آزاد گپ زدن نمیتونم، زبان انگلیسی و ازبکی است. ازبکستان که همسایه ما است. ما بهترین زبان دانستن خوب است برای هر یک جوانی که آینده ملت است، آینده دولت است. و امید جان، من نمیدونم بعد ختم دانشگاه آیا در روی صحنه میمونید و یا از روی اختصاص فعالیت میکنید؟ راستی گپ من پس از 4 سالی که کار نکردم، با سرآیندگی مشغول نبودم، بسیار میخواستم که کارمند دولتی شوم. بسیار میخواستم که کارمند یگان ساختار دولتی، یا اینکه پروکراتوره یا اینکه سود، کارمند همین ساختارها باشم. بسیار میخواستم و حاضر باشد سال گذشته ماه فوریه که من همین روی صحنه باز دوباره آمدم، روی صنعت سرودهای نو کردم. راستی نمیدونم صنعت در دلم باز از اون 4 سال پیش خیلی بود، از اون هم زیادتر، از اون هم قویتر در دلم در اومد. میخوام در روی صحنه باشم. نقشه آیله‌دار شدن نداره؟ راستی نه، حالا نقشه آیله‌دار شدن رو ندارم، چون که حالا من جوان هستم. بازی من در سن 19 هستم. 2 ماه پس 20 نمیگوید که خواستگار روان کن یا همخانه شوی؟ این خیلی با شوخی میگوید. هر یک شوخی میگم باید یک چی دارد، یک حقیقت دارد. بله، با شوخی میفهمد و نکی خیلی مرا میفهمد، چون که من خیلی جوان هستم، 19 ساله. 2 ماه پس 9 با 20 میدارم. اول میخوام کریر خود را
ҳамашро бале аввал карьераи худро ҷобаҷо созам, карьераи худро ба қувват созам, баъд оиладор шавӣ. Дар тақдир ҳамон чизе боша. Падар модар зид нестанд? Дар пешонӣ навиштаги. Не зид нестанд ростӣ. Онҳо аллакай шиносанд, бале, аллакай шиносанд онҳо. Ҳамдигарро мешиносанд. Вақте модарам дар беморхона хоб буд, ҷарроҳӣ дошт. Баъд аз ҷарроҳӣ рафта будем якҷоя. Аллакай хуб шиносанд. Шиноси наздиканд, бале. Дар зиндагии Умедҷонро чӣ хушҳол месозад ва чӣ ғамгин? Дар зиндагии хушҳол будани ман вақте ҳамин аз ягон ҷо ё аз дарс ё аз ягон ҷо меояй, падару модар дар хона ҳама хандида шиданд, ҳамин барои ман бас аст. Нороҳат дар зиндагӣ бе ҷангу ҷанҷол намешавад, бе мушкилӣ намешавад, бале ва ҳастанд мушкилиҳое ки ман бисёрам хел ба гуфти рӯсо оптимистични одам ҳастам, ки ҳамин ягон мушкилӣ пеш ояд, ҳамин як 15-20 минут дар бораи он фикр мекунам, тамом масъала мебарад, меравад, дигар дар ёдам наместад ам мушкилӣ, ки ин хел мушкилӣ буд. Ана як хел одамое ҳастанд, ки модарам аз рӯи ҳамин ба беморӣ бемор ҳастанд ҳозир, бисёр фикр мекунанд. Ман ин хел нестам, ман як мушкилӣ омад 10-20 минут фикр мекунам, хай ҳаволаш ба худо чизе шид. Нақшаҳои ояндаи Умедҷон. Нақшаҳои оянда чӣ гӯям? Танҳо ҳаракат ба пеш, танҳо сурудҳои нав ба нав, клипҳои нав ба нав дар ҷодаи санъат мехоҳем ягон навигарии худро, ягон саҳми худро бигузорем. Тамошобинони иззатманд, барномаи меҳмони Истораҳо буд бо иштироки ҳунарманди ҷавон боистеъдод, хушовоз Умедҷони Бурҳон, ки ин лаҳза мехоҳам анҷомаш низ мисли оғози барнома бо як тарона. Свободными ветрами между строк мы теряем контроль. Я разгоняю волны в океане твоих милых глаз. Ты скромную улыбку свою от меня прошу не вскрой, моя родная Лейла Ло, неземная Лейла Ло. Зачем мне нужен мир, в котором нет места для нас? Мне нужен мир, в котором кроме нас нет никого. Ведь если ты не рядом, все вокруг теряет окрас, моя родная Лейла Ло.